من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين. اینجا بشارت است، بشارت برای کسانی که مطیع خدا هستند و اطاعت رسول الله و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم را می کند. الله تعالی تشویق فرمود نه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر شما اطاعت کردید نتیجه تون چی میشه؟ الله تعالی می فرماید معیت نصیبتون میشه، همراهی نصیبتان میشه. و من یطع الله و الرسول، هر کسی اطاعت خدا بکند و رسول الله، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. این ثمره اخروی هست، خداوند در جنت با این منعم علیهم همراه میشه. منعم علیهم 4 گروه هستند. عنایت بفرمایید که در شأن نزول این بعضی از تفاسیر مثل علامه ابن کثیر، علامه ابن جریر، اینها نوشتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان اصحاب بود. اصحاب گویی همه چیز داشتند، همه سرمایه دنیا در اختیارشون بود چون رسول خدا را داشتند، ولی پیشا پیش اصحاب نگران بودند که در آخرت چی میشه. جایگاهی که رسول الله داره اون جایگاه را هیچ کس از ما نخواهد داشت، جایگاه و مقام بسیار والا. لذا اون جنت به چه درد میخورد، اون بهشت، که ما از دیدار رسول الله محروم بشیم و رسول الله را نبینیم اونجا. لذا این را خدمت رسول الله عرض کردند، ذکر کردند. چنانچه کلمات ابن جریر و ابن کثیر قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا. ما در دنیا مناسب نیست از شما جدا بشیم، تا لحظه ای که زنده باشیم و حیات در وجود ما باشد از شما جدا نخواهیم شد، این در اختیار ماست. اما در آخرت چی کنیم؟ فانك لو قدمت رفعت. بله، شما وقتی که قدمت رفعت فلم نرک، شما وقتی که اونجا تشریف بیارید، شما ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا فانك لو قدمت رفعت فلم نرك. اونجا شما جایت رفیع خواهد بود، جایت بلند خواهد بود، ما نخواهیم دید شما را. فانزل الله ومن يطع الرسول يطع الله والرسول. خداوند نازل فرمود این را که اون جایگاه به جای خود، اما معیت، مصاحبت، همراهی، دیدار، زیارت، ملاقات نصیب میشه. چه کسانی را؟ کسانی که در دنیا در بست در اختیار خدا و رسول باشند، یعنی زندگیشان را کاملا طبق دستور الله و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدن. الله می فرماید و من یطع الله والرسول، هر کسی که اطاعت کند الله را و رسول را، فاولئک، ثمره اخروی، این انسان ها متصفین به این صفات، مع الذین انعم الله علیهم،
همراه با کسانی خواهند بود که الله بر آنها انعام کامل کرده، من النبیین، از انبیا، همراه انبیا خواهند بود، و الصدیقین، و صدیقان. صدیق خواندیم قبلا، درجه صدیق از شهید بالاتر است. اون کسی که کاملا با مال و جان از پیغمبر چی کرده؟ حمایت کرده و کار پیغمبر را و کار دین پیغمبر را به پیش برده. و الشهدا، با شهیدان، و الصالحین، با صالحین، با اونها خواهد بود. الله می فرمه و حسن اولئک رفیقا، اینها بسیار از نظر رفاقت زیبا هستند. رفاقت اینها بسیار زیبا هست، بسیار جالب هست. مع الذین معنیش چیه؟ مع الذین انعم الله، ای هم معهم فی دار واحده و نعیم واحد. اینها با اونها در یک دار هستند، در یک نوع نعمت ها هستند. یستمتعون برؤیتهم، همیشه از رؤیت اونها استفاده و بهره میبرند. والحضور معهم، با اونها همیشه حاضر خواهند بود، جای اونها برن اینها میتونن، اما معنیش نیست با اونها برابر میشند. اینجا برابری نیست، اینجا معیت است. لا انهم یساوونهم فی الدرجه، نه اینکه با اونها مساوی میشن در درجه. البته با بعضی در درجه میتونن مساوی باشند، اونهایی که کسبی باشند، اونهایی که چی؟ درجاتی که اون درجات کسبی بشه، اینم کسب بکنه اون درجات را به اونجا برسه. مثلا نبی درجهش کسبی نیست، وهبی هست، از جانب الله عزوجل است. اما صدیق، شهید، صالح، اینا هستن که چی هستند؟ کسبی هستند. انسان ها می تواند که صدیق قرار بگیرن، شهید قرار بگیرن، صالح. در جای دیگه الله می فرماید والذین آمنوا بالله و رسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم. هم الصدیقون، خودشون صدیق میتونن باشد. پس صدیق درجه و جایگاهی هست که به وقتش هر کسی میتواند اون جایگاه را چی بکند؟ کسب بکند. شهید جایگاهی هست که هر کسی میتونه اون جایگاه را، اما نبی نه. پس اون درجاتی که وهبی هستند به اون درجات که نمیرسند، ولی میتوانند در جایی باشند که با انبیا نشست و برخاست داشته باشند. لا انهم یساوونهم فی الدرجه، با اونها در درجه مساوی نیستند. الله میفرماید و حسن اولئک رفیقا، چه زیباست این رفاقت، چه جالب است این همراهی. ذلك الفضل من الله، این معیت فضل محض الله است، این معیت فضل محض الله است. و کفا بالله علیما، الله خوب عالم هست، کافی است الله تعالی از نظر اینکه علیم هست. خب این حکم اول ما خواندیم که هر چیزی را قانون اول بود، حکم اول سلطانی بود، هر چیزی را به اهلش بسپارید. حکم دوم سلطانیه گفتیم در بخش دوم سوره احکام سلطانیه هست. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. حکم دوم سلطانیه جهاد، حفاظت از حدود اسلامی، از مرزها و سرزمینهای مسلمانان. الله تعالی دستور داده خذوا حذرکم، آمادگیتون را بگیرید. حذر میگویند اون چیزی که ما را حفاظت بکند، یعنی اسلحه. خذوا حذرکم، علامه آلوسی نوشته خذوا عدتکم من السلاح، آمادگی از اسلحه. بر هر حکومتی هست، حکومت دینی، حکومت اسلامی، حق هر حکومت اسلامی هست و دستور خداست که خودش را با تسلیحات پیشرفته روز مجهز بکند برای حفظ سرزمین های اسلامی، برای حفظ مسلمانان، برای پیشرفت دین و اسلام. لذا این دستور شرعی است. یک حاکم مسلمان باید بهترین تسلیحات را، پیشرفته ترین
هواپیماهای جنگی را چیکار بکند؟ باید به دست بیاورد و پیشرفته ترین موشک های دفاعی را که بتواند از سرزمین اسلامی، از سرزمین مسلمانان دفاع بکند. پس این حکم دوم سلطانی هست. خذوا حذرکم. این که گفتم عدتکم من الصلاح قاله مقاتل و هو المروی عن ابی جعفر روح المانی. الله می فرماد خذوا حذرکم، شما اسلحه‌تون را بگیرید. فانفروا ثبات، شما بروید ثبات. ثبات میگوین گروه های 3 نفری تا 10 نفری را. فانفروا ثبات یعنی برای جهاد برید دسته دسته. او انفروا جمیعا، یا لشکر، یعنی به هر صورتی که موقعیت ایجاب میکنند. گاهی یک تیپ 300 نفری یک جا میره، 500 نفری یک جا میره. گاهی موقعیت ایجاب میکنه دسته دسته، گروه گروه بشن، یعنی بر اساس صلاح دید در جبهه های جنگ. و ان منکم لمن لیبطئن، زجر برای منافقان. منافقان نه خودشون به جنگ میرفتن نه دیگران را میگذاشتن. لمن لیبطئن، بطوء یعنی تأخیر، دیر کردن، درنگ کردن. ولی اینجا معنیش اینه که خودشون هم نمی رفتن، مردم را. المراد منه المنافقون، علامه رازی میگوید، امام رازی، المراد منه المنافقون كانوا يثبتون الناس عن رسول الله، مردم را از رسول الله منع می کردند. یثبتون بالطاء، بله مردم را منع می کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ان منکم لمن لیبطئن، وصف اول منافقین بزدلی، لیبطئن تأخیر می کنند، نمی روند به جنگ. فان اصابتكم مصیبه، اگر به شما مصیبتی برسد یعنی شکستی غیر آن، قال قد انعم الله علی، این وصف دوم شماتت، خوشحال میشه که من نبودم. قال قد انعم الله علی، بدرستی که خداوند بر من لطف کرد، بر من انعام کرد. اذ لم اکن معهم شهیدا، چون که من نبودم همراه آنها حاضر، من حاضر نبودم، خدا به من لطف کرد. اما الله می فرماد ولئن اصابکم فضل من الله، اگر برسد به شما فضلی از جانب الله. اما وقتی که فضلی برسد، لیقولن، میگوید کأن لم تکن، این جمله معترضه هست، کأن لم تکن بینکم و بینه موده، گویا اصلا بین شما و بین او دوستی نبوده، رابطه نبوده، ارتباط وجود نداشته. اونجا چی میگوید؟ یا لیتنی مقوله لیقولن هست، بنویسیم مقوله لیقولن. چی میگوید؟ کاش من با آنان بودم، فافوز فوزا عظیما، رستگار میشدم، رستگاری بزرگ. پول به دست آوردن، غنیمت به دست آوردن از نگاه او چی هست؟ رستگاری بزرگی هست. الله عزوجل اینجا ترغیب میده به سوی قتال. رستگاری این نیست که فقط غنیمت به دست بیاد. الله می فرماید فلیقاتل فی سبیل الله، باید بجنگد در راه الله. فی سبیل الله، ترغیب الی القتال، در راه الله بجنگد. چه کسانی؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، کسانی که می فروشند. ببینید قبلا خواندیم شراع و بیع، دو تا کلمه از ازداد هستند که به جای هم دیگر استفاده میشند. یشرون میخرند، ولی اینجا به معنی یبیعون، میفروشند. چون مجاهدین جان برکف چیکاره هستند؟ زندگی دنیا را میخرند یا میفروشند. چی میخرند؟ آخرت، بهشت را. ان الله اشترى من المؤمنین، مشتری الله است، خریدار الله است. چی میخرد؟ دنیا را. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، جان و مال، این دنیا شد. بان لهم الجنه.
پس اینها می فروشند دنیا را، چه می خرند؟ آخرت. فلیقاتل فی سبیل الله، باید بجنگند در راه الله. الذین یشرون الحیات الدنیا، کسانی که می فروشند زندگی دنیا را، بالآخرة، در مقابل آخرت، آخرت را می خرند. و من یقاتل فی سبیل الله، هر کسی که قتال بکند، جهاد بکند در راه الله، فیقتل، کشته بشه، شهید بشه، او یغلب، یا غالب بشه، غازی بشه، فسوف نؤتیه اجرا عظیما. رب العالمین می فرماید ان قریب ما می دهیم به او ثمره، نتیجه بنویسید، ما به او می دهیم اجرا عظیما، پاداشی بس بزرگ، پاداشی بسیار بزرگ به او عنایت می کنیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، این حکم سلطانی سوم هست، دستور سلطانی سوم هست. ببینید قبلا هم خدمت شما در رابطه با جهاد عرض کردم که جهاد به خاطر چی هست؟ به خاطر دفاع از حریم اسلام، از مسلمانان. جایی ما جهاد اقدامی میکنیم که از دشمن احساس خطر بکنیم. یکی دیگر از موارد جهاد برای دفاع از مظلومین و مستضعفین هم هست. یک حکومتی هست، حکومت ظالم، مثل حکومتی که امروز در برمه هست، حکومتی که واقعا دارد به مسلمانان مظلوم اونجا چی میکند؟ ستم میکند. لذا در چنین مواقعی هم جهاد چی میشه؟ فرض میشه، لازم میشه. الله تعالی حکم سلطانیه سوم را در اینجا صادر کردند. مسلمانان مظلوم را باید از دست مشرکان نجات بدهید. حاصل و نتیجه این حکم چی است؟ مسلمانان مظلوم را باید از دست مشرکین و بت پرستان، بودایی ها نجات بدهید. الله می فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما نمی جنگید در راه الله؟ ترغیب الی الجهاد. علت اول فی سبیل الله. ببینید علت فرضیت جهاد دو چیز است، یک اعلاء کلمت الله، دو معاونت ضعفا و مستضعفین، کمک کردن به مستضعفین. الله می فرماید چرا شما نمی جنگید در راه الله؟ والمستضعفین من الرجال، در حالی که مستضعفان از مردان، والنساء از زنان، والولدان از بچه ها، اولاد، اطفال، الذين یقولون، التجاء مستضعفین، آنانی که میگویند ربنا اخرجنا من هذه القرية، بار الها پروردگارا بیرون کن ما را از این قریه. کدوم قریه؟ همون قریه‌ای که از ظالم اهلها، اهلش ظالم هستند. گرچه مراد از این قریه مکه هست، اون زمانی که مستضعفین در مکه مونده بودند و بقیه هجرت کرده بودند، شکنجه می‌خوردند، شکنجه می‌دادند اونها را، اذیت می‌کردند اونها، هر روز دعا می‌کردند پروردگارا ما را از این قریه ظالم بیرون کن، قریه‌ای که اهلش ظالم هستند. وجعل لنا من لدنک ولیا، بار الها برای ما قرار بده از جانب خودت ولیا حامی، کسی باشد که نمایندگی تو را داشته باشد روی زمین و حمایت از ما بکند. واجعل لنا من لدنک نصیرا، و قرار بده برای ما از جانب خودت یاری، مددگاری، کسی بیاید به کمک ما بشتابد. بله، مستضعفین این گونه وقتی که فریاد میزنند، صدا میکنند بر شما مسلمانان جهاد لازم میشه، و ما لکم لا تقاتلون، چرا شما نمی جنگید؟ چرا جهاد نمی کنید؟ لذا الله تعالی می فرماید کسانی که تعمیل می کنند، کسانی که بجا می آورند، اینها کسانی هستند که در راه خدا می جنگند. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله،
ترغیب الی القتال تأکید تعمیل، کسانی که ایمان آوردن یقاتلون فی سبیل الله، می جنگند در راه الله، یعنی در اعلاء کلمت الله. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اما نصب العین کفار چه نصب العینی دارند، چه برنامه‌ای دارند؟ کسانی که کفر کردند یقاتلون فی سبیل الطاغوت، در راه طاغوت می جنگند. اینجا تفسیر مدارک علامه نصفی روی این آیه می نویسد رغب الله المؤمنین، خداوند مؤمنان را ترغیب داده، اینجا تشویق کرده بانهم یقاتلون فی سبیل الله، که در راه خدا می جنگند، برای خدا می جنگند. فهو ولیهم و ناصرهم، پس خداوند ولی و ناصرشان خواهد بود، حامی و یاورشان خواهد بود. و اعداؤهم، اما دشمنانشان یقاتلون فی سبیل الشیطان، در راه شیطان. طاغوت یک تفسیر شیطان بود. طاغوت کل ما عبد من دون الله، طاغوت پادشاه حاکم و جابر بود. فلا ولی لهم الا الشیطان، هیچ ولی برای آنها غیر از شیطان وجود ندارد. لذا الله تعالی دستور فرمودند، الله تعالی فیصله فرمودند که کسانی که در راه من می جنگند، اونها کسانی که می جنگند اونها در واقع در راه خدا برای اعلاء کلمت الله هست. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس شما بجنگید با دوستان شیطان. کفار دوستان شیطان هستند. خب اونها خیلی قدرت دارند، چطور با اونها بجنگیم؟ لشکر بسیار مجهزی دارند. الله می فرماید ظاهر را نبینید، وعده نصرت. ان کید الشیطان کان ضعیفا، هرچند اونها مکر کردن برای نابودی شما، هرچند که اونها صف واحد تشکیل دادند، ائتلاف تشکیل دادند، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف هست. وقتی که شهامت شما را ببینند، وقتی که مردانگی و شجاعت شما را ببینند، پا به فرار میگذارند. لذا وظیفه مسلمانان است. واقعا انسان وقتی که این آیات را میبیند که امروز وضعیت بعضی از مسلمانان، بالخصوص مسلمانانی که زیر یوغ شکنجه بودایی ها هستند، بت پرستان و غیر الله پرستان هستند، امروز بر همه مسلمانان لازم هست، بر همه حکام اسلامی که متاسفانه کفر تا یک حدی موفق شده مسلمانان را به جان هم انداخت. باید مسلمانان بیاری این مظلومان بشتابند و این مظلومان را باید رسیدگی بکنند. با حکومت برمه باید صحبت بکنند، مذاکره بکنند. گرچه اونها حکومت اونجا اعلام تبری میکنند، میگه اینها تندروها هستند، تندروها از بودایی هستند، حکومت کار ندارد، حکومت راضی نیست به این قتل عام مسلمانان، سوزاندن مسلمانان. ولی باید حکام مسلمان، کشورهای اسلامی پیشنهاد بدند به حکومت برمه که اگر تو نمیتوانی و عاجز هستی، پس ما نیرو داریم، ما جلو اینها را میگیریم و این هرج و مرجی که در کشورت هست ما میتونیم جلوش را بگیریم. باید حتما چاراندیشی بشه، فکری بشه، و الا با توجه به این آیات همه ما مسلمانان مسئول هستیم. همه ما مسلمانان پیش خدای عزوجل باید جوابگو باشیم، باید فریادمون را برسانیم به همه حکام دنیا، همه مسلمانان باید برسانیم که از این برادران و خواهران مظلوم باید دفاع بکنن. این وظیفه ما هست. قرآن این وظیفه را، این فریضه را قرار داده. یکی از مواردی که جهاد فرض میشه همین شما خواندید، معاونت چی؟ ضعفا. بله. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. الله تعالی اینجا مطلبی دیگر را بیان می‌فرماید، زجر هم برای منافقین است. ببینید قبل از اینکه مسلمانان هجرت بکنند، قبل از هجرت در مکه مکرمه از دست مشرکین شکنجه های بسیار زیادی دیدند، تحمل کردند. بعد از اینکه خداوند توفیقی داد هجرت کردند، به مدینه طیبه آمدند،
بیاد اون شکنجه ها می افتادند، بیاد اون سختی ها می افتادند. به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن یا رسول الله، مسلمانان گفتن اجازه بدید که با اهل مکه بجنگیم، انتقام خودمون را بگیریم، چه روزهای سختی اینها بر ما آوردند. ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در جواب می گفت تا به حال دستور جنگ و جهاد به من داده نشده، از سوی رب العالمین دریافت نکردم، اما زمانی که جهاد لازم شد به شما خواهم گفت. بعد از اینکه عده مسلمانان کامل شد، بیشتر شد، الله تعالی دستور جهاد صادر فرمود. دستور جهاد که صادر شد، منافقان پیش پریشان شدند، ناراحت شدند، گفتند که چرا خداوند حکم جهاد را لازم کرد؟ همین احکام دیگه بس بودند، همین که نماز می‌خواندیم، روزه می‌گرفتیم کافی بود. الله تعالی اینجا زجر بر منافقان بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آیا نمی‌بینی اون کسانی را قیل لهم گفته شد به آنها کفوا ایدیکم، دستهایتون را نگه دارید، یعنی فعلا جنگ نیست، منتظر باشید خدا کی دستور میده، فعلا چیکار کنید؟ و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را برپا بدارید، زکات را ادا بکنید. فلما کتب علیهم القتال، الله می فرماید زمانی که نوشته شد بر آنها قتال، بر آنها جهاد، اذا فریق منهم، در این هنگام یک گروهی از آنان، گروهی که بظاهر از مسلمانان هستند اما در واقع منافقند، یخشون الناس، اونها میترسند از مردم، که خشیت الله، از مشرکین میترسند مثل ترس از خدا، او اشد خشیه یا سختتر، بیشتر میترسند، حتی از مردم بیشتر میترسند و اعتراض میکردند روی دستور جهاد. و قالوا ربنا، آنان گفتم پروردگارا، لما کتبت علینا القتال، اعتراضا می گفتن چرا بر ما قتال را نوشتی، جهاد را نوشتی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا ما را تأخیر ندادی، مؤخر نکردی تا یک مدت نزدیک؟ رب العالمین جواب میده یک مدت بعد میخوای چیکار بکنی؟ 4 روز دیگه تو دنیا زندگی بکنی؟ قل متاع الدنیا قلیل، جواب اول خدا، قل متاع الدنیا قلیل، اعلام بفرما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، متاع الدنیا، کالای دنیا یا زندگی در دنیا، قلیل، اندک هست، هر اندازه که شما زندگی بکنی باز هم اندک، والآخرة خیر لمن اتقا، آخرت بهتر است برای اون انسانی که اتقا، از الله بترسه. برای متقی آخرت بهتر است. از چه نظر؟ بنویسی از نظر بقا و لذت، هم باقی مانده تر هست، هم لذات آخرت بهتره. اینجا در دنیا چه لذتی هست؟ همش غمه، همش رنجه، همش ناگواری هست. اما زندگی آخرت بهتر هست. خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا، شما ظلم نمیشوی به اندازه فتیل. فتیل چی بود؟ همون نخی که در شکم خسته خرماست. الله میفرماید به اون اندازه، یعنی کوچکترین ذره بر شما ظلم نمیشه. اما شما فکر میکنید اگر جهاد لازم بشه در جهاد میمیرید؟ نخیر، مرگ هر جا باشید هست. الله میفرماید اینما تکونوا یدرککم الموت، هر جا شما باشید در میابد شما را مرگ به سراغ شما می آید. ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه شما باشید در قلعه های محکم، قلعه های مستحکم باشید، در قلعه های که دیوارهایشون آهنین و بتونی هستن باشید، مرگ اونجا هم می آید به سراغ شما. و ان تصبهم حسنه، زجر برای منافقین، اگر تصبهم حسنه، برسد به آنها حسنه، یعنی فتحی، ظفری، بنویسید حسنه، فتح و نصرت و ظفر، اگر موفقیت خدا بهشون بده چی میگویند؟ یقولوا هذه من عند الله، این از جانب خداست.
خدا ببین چقدر بر ما لطف کرد، ما را پیروز کرد. اما و ان تصبهم سیئه، اگر به آنها برسد سیئه یعنی موت، قتل، شکست، هزیمت، یقولوا هذه من عندك، این از طرف تو هست، العیاذ بالله، نسبتش را به رسول الله میدادند. چی میگفتند؟ اگر فتح و غنیمتی نصیب میشد، منافقین میگفتند لطف خداست. اگر شکستی مشکل پیش می آمد، با هم سرگوشی میکردن، میگفتند این نتیجه سوء مدیریت است، العیاذ بالله، نتیجه بی تدبیری رسول الله است، خوب برنامه ریزی نکرد، خوب مدیریت نکرد. الله میفرماید یقول هذا من عندك، اما الله میفرماید قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، همه کل بنویسیم من النعمت و النقمه، چه نعمتی باشد چه مصیبتی باشد همه از جانب الله است، از جانب رسول الله نیست. فما لهؤلاء القوم، حماقت منافقین، حماقت کفار، فما لهؤلاء القوم، چه شده این قوم را که لا یکادون یفقهون حدیثا، سخن را نمیفهمند، متوجه نیستند، هر چیز را نسبت به رسول الله میدن. الله میفرماید ما اصابك من حسنة فمن الله، این تفصیل جواب است. خطاب رسول الله راست، اما مراد عموم هستند، تک تک ما مخاطب هستیم. الله میفرماید هر چه به تو ای بنده میرسد فمن الله، از فضل الله است. و ما اصابك من سیئة، هر آنچه که به تو میرسد ای مخاطب، من سیئة، از بدی، از ناگواری، فمن نفسك، از نفس تو هست، عمل کرد سوء خودت هست، به رسول الله نسبت نده، عمل کرد تو هست که چنین شد. و ارسلناک للناس رسولا، تسلی برای رسول الله، ای رسول الله ما تو را فرستادیم برای مردم رسول به عنوان پیغمبر. و کفا بالله شهیدا، اما خداوند کافی هست از نظر گواه، قولا و عملا بر رسالت شما. هم خداوند طوری معامله می کند که رسالت شما تایید میشه، هم در کتابش قولا رسالت شما را چی می کند؟ تایید می کند. گواهی خدا کافی است. من یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی اطاعت کند از رسول صلی الله علیه و سلم، فقد اطاع الله، نتیجه به درستی که الله را اطاعت کرد. و من تولا، هر کسی که پشت بدهد، اعراض بکند، فما ارسلناک علیهم حفیظا، نفی مختار کل، ای پیغمبر ما تو را به عنوان حفیظ نفرستادیم، به عنوان محافظ، به عنوان نگهبان اونها نفرستادیم. لذا اونها یعنی شما مختار نیستین، اونها عمل کردشون بد بوده، الله تعالی اونها را گمراه کرده، از راه بیراه کرده. و یقولون طاعه، الله تعالی زجر بیان میفرمه بر اونها که اونها میگوین ما از شما اطاعت میکنیم، اما طاعتون را با زبان میگوین، با نقل قول میگوین، با قول میگوین. فاذا برزوا من عندك، اما زمانی که برزوا من عندك، خارج میشم از نزد شما، برزوا ای خرجوا، بیت طائفه منهم، شب میگذراند یک گروهی از آنها، بنویسی رؤسای منافقین، وقتی از محضر شما بلند میشن ای رسول الله، گروهی از منافقان چیکار میکنن؟ شب را میگذرانند در اون مسیری غیر از اون مسیری که به شما میگن، غیر الذی تقول، غیر از آنچه که شما به اونها میگید، یعنی مسیرشان مسیر خلاف رسول الله است. اما اونها غافلند، خدا شب نشینی اونها را، شب گذاری اونها را در هر مسیری میگذرانند، ثبت و ضبط میکند. والله یکتب ما یبیتون، الله مینویسد آنچه که آنها شب میکنند. فاعرض عنهم و توکل علی الله، لذا دستور العمل، ای رسول الله از آنان اعراض کن. دوم و توکل علی الله، بر خدا توکل بکن. و کفا بالله وکیلا، خداوند کافی است، بهترین کارساز، مشکلات شما را حل می کند. اما اکنون خداوند
اشاره میفرماید به طرف چی؟ تدبر بالقرآن. افلا یتدبرون القرآن؟ آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از نزد غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در این کتاب، در این قرآن اختلاف زیاد میدیدند، تعارض زیاد میدیدند. بین چی؟ بین مطالب قرآن و نفس الامر، بین مطالب قرآن و نفس الامر اینها اختلاف زیاد میدیدند. چطور؟ بأن یکون بعض اخباراته الغیبیه، مثلا بعضی از اخبار غیبیه چطور میشد؟ کالاخبار عما یسره المنافقون، مثلا اخباری که منافقان را خوشحال میکند غیر مطابق للواقع، مطابق واقع نمیشد، خلاف واقع میشد. بله، بعض اخباراته الغیبیه کالاخبار عما یسره المنافقون، خب غیر مطابق للواقع، مطابق واقع نمیشد. آیا اینها فکر نمی کنند، نمی اندیشند که همه چیز، همه پیشگویی ها، همه اخبار قرآن چی هست؟ مطابق واقع، مطابق واقعیت هست. لذا اگر به قرآن بیندیشند، تدبیر بکنند، به حقانیت قرآن، به واقعیت قرآن، اونها پی خواهند برد. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.